تبریک میگم به آذربایجانی ها، به ترک زبان ها. پرچم بالاست، پرچم آذربایجان بالاست و تیم تراکتورسازی. ما هم دکتر، حالا البته بازم بحث ادامه میدیم چون فکر میکنم که هنوز خط به ما داده نشده. البته دوستان اشاره میکنن که بازی همچنان 0-0. من یه عذرخواهی ویژه از همشهریای خودم، هم ولایتیای خودم، هم استانیای خودم، هم زبانهای خودم، آذری زبانها بکنم. عذر استیرم سیزن باور لیوسچی هنوز خطی بیزا ول میبله. امیدواریم که این خط رو به ما بدن تا دیدید برادر دکتر. هنوز البته این اتفاق رو کشور امارات، یعنی تلویزیون امارات خط رو به ما نداده. منم واقعا دوست داشتم که الان مثل شما آذری‌های با غیرت و متعصب بینشستم و تیم خوب تراکتور رو پای تلویزیون میدیدم که پای همینجا این بله الان بازی الهلال اشتباه به ما اون برگزار کننده خط رو به ما اشتباه داده که ملاحظه می‌کنید. بچه‌ها روی سایت دارن یه پیام خوبی من دادن که انگار داره 1-2 دقیقه دیگه خط دریافت میشه. آذری زبان‌ها هم شهریای من منتظر باشن، هم ولایتی ها، تا بتونیم با هم تیم خوب شهرمون رو و ایالتمون رو و استانمون رو و به حال تراکتورسازی رو دیگه نگاه کنیم، کشورمون رو دیگه تیم کشورمون رو ببینیم. و این طرح خیلی خوبیه که فکر می‌کنم KFC با یه شعار بریم. میگم شروع آره بازی یعنی پخشش داره شروع میشه دیگه. یه شعاری هست تو خود تعریف شما میگید، میگن یل یاتار طوفان یاتار یاتماس تراکتور پرچمی، یعنی که باد میخوابه، طوفان میخوابه، اما پرچم تراکتور نمیخوابه. بریم ببینیم پرچم تراکتور امروز بالاست دیگه، امیدواریم که بالا باشه. نگاه کنیم محمد سیانکی هستن بازی رو برای ما گزارش میکنه. محمد بفرمایید. خیلی ممنونم آقای دکتر. مجددا بریم ببینیم تیم ترک زبان های ایران، تیم تراکتورسازی در مقابل تیم الجزیره چه میکنه. محمد سیانکی آماده است تا بازی رو برای شما گزارش کنه. تبریک میگم به آذربایجانی ها، به ترک زبان ها. پرچم بالاست، پرچم آذربایجان بالاست و تیم تراکتورسازی تونست با پیروزی خوبی که در مقابل تیم الجزیره به دست آورد 6 امتیازی بشه و این 6 امتیاز میتونه واقعا حتی نیمی از راه صعود، شاید بیشتر رو هم برای این تیم طی بکنه.